که ما تنها راهی را که ما به اساس باورهای دوستا و همکارامون جمع کردیم، راهی که ما میتوانیم به نتیجه مطلوب صلح برسیم عبارت است از اول گفتگوهای بین الافغانی نتیجه بار. ما شاهد هستیم دولت افغانستان در مقابل با گروه طالبان گفتگوها کرده، صحبت‌ها داشته، اما همیشه صحبت‌ها نتیجه بار نبوده. آتش بس شاهدش بودیم چندین بار، اما آتش بس دائمی نبوده. پس ما حکومت کوشش بکنه که وقتی گفتگو میکنه با جانب مقابل که حالا طالب است، داعش است، هر گروه جنگی و تروریستی که هست، کوشش بکنه که گفتگوش نتیجه بار باشه. مردم بیچاره تشنه صلح هستند، از گفتگو خسته شدند، خواهان نتیجه هستند. دومی که خودگذری است. دولت افغانستان در مقابل گروه طالبان هر کدامش خواهان منافع شخصیشان هستند، هر کدام میخواد که منافع خود حاصل بکنه. اما ما بخوایم به صلح برسیم، وقتی بالای منافع خود بیشترین فوکس ما باشه، نمیتونیم به صلح برسیم. طالب باید از منافعش بگذره، دولت افغانستان از منافعش بگذره تا اینکه صلح ایجاد بشه. و سوم حکومت مشارکتی است. زمانی که طالب حدود چندین دهه میشه جنگ میکنه، این جنگش بدون هدف نیست. هدف اساسیش ایجاد حکومت به گفته خودشان امارت اسلامی است. ما تا زمانی که در افغانستان برای طالب سهم ندیم صلح نمیکنیم. پس ما کوشش میکنیم که به نحو مطلوب یک حکومت مشارکتی که هم طالب سهم داشته باشه و هم در مقابل دولت افغانستان سهم داشته باشه، این گونه حکومت را ایجاد کنیم که حالا تحت عنوان دموکراسی میره یا حکومت‌های دینی میره، فرق نمیکنه. و دیگه ای که دومش وجود جنگ دائمی باعث چی میشه؟ معلوم است که جنگ و صلح دو گزینه متضاد هستند، مثل تاریکی و روشنایی. زمانی که جنگ باشه صلح هیچگاه به وجود نمیاد و در نهایت وجود تداوم جنگ باعث میشه که کشور از بین بره. پس ما کوشش میکنیم که وجود دائمی جنگ را از بین ببریم، مخصوصا دولت افغانستان و طالبان کوشش بکنن به این جنگ با صلح نیست، نمیاد. سومین پاسخ ما عواملی که باعث شده که ناامنی ها در سطح ولایت افغانستان و مخصوصا به صورت کلی در کشور هست کدام عوامل هست؟ عواملی که باعث میشه که جنگ در افغانستان با وجود بیاید و صلح نباشه از جمله گروه های تروریستی است. حالا ما چند نوع گروه تروریستی داریم. یکی گروه های تروریستی درون دینی داریم که با استفاده از عقیده، باور، فکر و اینو مفاهیم دینیشان سلاح را میگیرن در مقابل حکومت افغانستان یا هر حکومت دیگری بلند میشن و خواهان جنگ میشن. دوم هم تروریستایی است که به خاطر به دست آوردن پول، منافع شخصی و بعض منافع دیگه جنگ میکنن. پس وجود گروه های تروریستی یک گزینه اول هست. دوم که